بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمدك اللهم يا من نور قلوبنا بأنوار المحبة العلوية، وأكمل لنا ديننا بالهداية المرتضوية، وأتم نعمته علينا بالهداية الحيدرية. ونصلي ونسلم على الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق، والمعلن الحق بالحق، والدافع جيشات الأباطيل، والدامغ صولات الأضاليل، حبيبك وحبيبنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أولاده الطاهرين، لا سيما النور على النور، صاحب العصر والأمر والزمان، عجل الله تعالى فرجه الشريف. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وقائدا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. در شهر ترا دیدم نشناختم یا صاحب الزمان، در شهر ترا دیدم نشناختم. همانطور که میدانید در عرفات خیلی از اولیای خدا به دنبال صاحب الزمان هستند. مصیبت زمانه ما این است که دیگر مردم امیدی به دیدار این بزرگوار ندارند. از علائم آخر الزمان هم همین است. در شهر ترا دیدم نشناختمت در ذهن همه، تو را چه بد ساختمت با صد گناه بزرگ و کوچک. هر روز آقای عزیز گریه انداختم یا صاحب الغوث. از ته دل یک بار دیگر یا صاحب
الغوث. به نیابت از رفتگان این جمع یک بار دیگر یا صاحب انا الغوث قال مولانا امیر المؤمنین في وصف المتقین منطقهم الصواب وملبسهم الاقتصاد ومشيهم التواضع. سلامتی قلب نازنین، شادی قلب نازنین امام زمان، اجماعاً صلوات. بحث ما در این مقطع خطبه متقین بود که عرض کردم این خطبه از بزرگترین هدایای امیر مؤمنان برای انسانیت است، که اگر عرض کردم توی این 10 صفت که امیر مؤمنان در این خطبه فرموده اند، اگر ما بتوانیم هر سال هم که عرض کنم هر سال اگر بتوانیم 3 خصوصیت از این خصوصیات متقین را عملی در زندگیمون تطبیق کنیم، یک پیروزی بزرگی دریافت کردیم و به یک مقامی نائل شدیم. 3 خصوصیت. یک خصوصیت ما داریم، بعضی علما 1 سال کامل محزون بود، یک روز دیدن شادی تمام وجودش رو گرفته، صورت بشاشه، خوشحال این عالم. گفتن فلانی چه خبره؟ خبر خوشی گفت امروز از یک مریضی نفسی خلاص شدم. ما فکر میکنیم مریضی های نفس مثل همین مریضی های جسمه، با یک دارو و یک عمل و بله تمام بشه، حل بشه. خیر، اینطور نیست. بعضی مریضی های نفسی موجب میشه انسان لحظه آخر مرگ شرک به خدا بکنه و داستانها رو میدونید شما. اون مباحث هم بحثی مرجع بزرگ شیعه سید بزرگ آیت الله آزماگل پایگانی هم بحثیش بود. لحظه آخر گفت خدا عادل نیست، نستجیر بالله. این مشکلش یه بیماری نفسی بود، حل نشد، بزرگ شد. سرطان چجوره؟ سرطان اگر از اول تشخیص داده بشه، اون غده رو عرب ها میگن تجتث الغده، یعنی این از ریشه کنده میشه. اون غده ریشه هاش هم میکنن، دور و براش هم تمیز میکنن، خلاص میشه. اما اگه یکم دیر بفهمن چه میشود؟ تمام شد. مدرس اخلاق عارف وقتی به من و تو نگاه میکنه، این بیماری ها رو دریافت میکنه، میبینه، قشنگ اینا رو میبینه این بیچاره 20 سال دیگه اگر این بیماری در وجودش بمونه نابود شدنی است این آقا. بعضی اوقات کبره، بعضی اوقات غروره، بعضی اوقات عصبانیته، بعضی اوقات خشونته، بعضی اوقات زبان کثیفه، بعضی اوقات دروغه، مأنوس آقا با دروغ. هر کارش میکنه نمیتونه، هر کارش میکنه دروغ نمیتونه نگه و بیماری های دیگر. لذا هدیه امیر مؤمنان به ما چیز ساده ای نیست. دوای درد من و تو رو به امیر مؤمنان به ما داده، دوای درد انسانیت رو به انسانیت داده، ارزانی کرده. مقطع اول دوستانی که حاضر بودند هفته پیش عرض کردیم منطقهم الصواب، دیگه دوباره بحث رو تکرار نمی کنم. منطقهم الصواب، فرمایش یک متقی، صحبت یک متقی حقیقت است، شفاف است، واقعیت است، نه بیشتر نه کمتر. شنیدی میگن پیازداغشو زیاد میکنن؟ میگه من پیازداغشو زیاد میکنم، یه چیز تعریف میکنه پیازداغشو زیاد میکنه. مشکله. یه بحثی تعریف میکنه، یک صحبتی میکنه، جو میطلبه آقا اجازه بدید یکم دروغ بگیم، برای خنده است. تمام اینها مصیبته. منطقهم الصواب، خیلی صحبت کردیم، رد بکنیم این عبارت رو. و ملبسهم الاقتصاد. اولین نگاهی که به این عبارت میکنید
علیکم السلام. صلواتی محبت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. وقتی که این عبارت رو دوستان توجه کنن، وقتی که این عبارت رو میشنویم، ملبسهم الاقتصاد، همه با من هستید؟ توجه بکنید. ملبسهم الاقتصاد، لباس های اینها اقتصادیه، یعنی متواضع. اولین نگاهی که به این عبارت میکنیم فکر میکنیم خب یعنی مثلا باید لباس های خیلی ارزون بپوشن. این قضیه فقط این نیست. ملبسهم الاقتصاد یک عنوانی است عام، بیشتر از این حرف ها مقصود در این عنوانه. بحث فقط این لباس پارچه ارزان نیست، خیلی مباحث دیگه هست که باید بررسی بشه. اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لهو و زینت و تفاخر. بدانید، آقا این خطاب خداست بر من و تو همه ما. این آیه رو اگه بتونیم هر روز یه بار قبل از خروج از منزل بخوانیم، حتی اشکمونم بریزه خوبه. میخوام برات ترجمه کنم آیه رو با یک صلوات محمدی خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. میفرماید بدانید انما الحیات الدنیا لعب و لهو. بدانید حتما قطعا این دنیا بازیست و لهو و لعب. خب لعب و لهو، زینت است و تفاخر است و دیگه چی؟ تفاخر و زینت که واضح دیگه، فارسی و عربی یکیست. بینکم، پس اینجا فقط میاد هر کی میخواد خودشو زورآزمایی و نمیدونم عرض اندام و این هاست تو این دنیا. طرف اگه پول داره با پولاش، اگه بچه زیاد داره با بچه هاش، اگه عشیرش بزرگه با عشیرش، اگه شهرت داره با شهرتش و هاکذا، مریضی های مختلف. تفاخره. هر کی میاد میخواد این وسط بگی ما هم هستیم، همه ما مبتلا هستیم. نگاه به خودت نکن، نگاه به بغل دستیت نکن. همه ما، هر کی به خودش نگاه بکنه باید خودمون مداوا کنیم. این دنیا زینت و تفاخر است بین الناس، بینکم و تکاثر فی الاموال والاولاد. دنبال پول زیاد، اولاد زیاد. طرف بعضی وقت میگه طرف 3 تا بچه داره، بدو خانم بیار بچه بیاریم. فردا میگن فلانی بله خلاصه 4-5 تا بچه داره، ما هنوز یکیشو گیر کردیم یا دومیشو گیر کردیم. آبروریزیه. این نیت خوبی نیست. اگر نیت داری اینها رو سرباز امام زمان کنی، نیت داری اینها نوکران حسینیه و عمل اسلامی و تبلیغ و اینها باشن، خوبه. نیت داری اینها خیرات کنن، پل بسازن تو این فرانسه، بیمارستان بسازن، مسئولیت تحمل کنن، خدمت به انسانیت بکنن، همه اینها خوبه. ولی زینت و تفاخر معمولا اینه. شیطان همه رو میخواد خراب کنه. شیطان نمیخواد یه کار برای خدا بکنی. نمازت هم که میخوای بخونی برای خدا نمیخواد بخونی، نمازت هم خراب میکنه. صلواتی هم که میخوای ذکر کنی میخواد خرابش کنه. یک صلوات مخلصانه به الله صل علی محمد و آل. حالا قرآن یه مثال برای ما میزنه، برای اینکه من و تو درک کنیم دنیا چیه، حقیقت دنیا چیه. ما اهل مثالیم، ما دوست داریم مثال جلو چشممون باشه که درک کنیم دنیا چیه. باور کن این آیه اشک انسان رو در میاره. واقعا این آیه قلب انسان رو میسوزونه. مثال میزنه آیه در قرآن، میفرماید که مثل غیث اعجب الكفار نباته ثم یهیج فتراه مصفرا ثم یکون حطاما و علیکم السلام. میگه مثل یک بارانی است. آقا کفار یعنی این کشاورزان. کفار فقط کافران نیست، کفار در بعضی از آیات به معنای کشاورزه. چرا؟ چون که کافر کسی است که یک چیز رو پنهان میکنه. اینم داشته باش تو ذهنت. کافر چرا اسمش کافر گذاشتیم؟ چون عقیده به خدا رو هی دفنش میکنه، هی میخواد بیاد بالا، ایمان به خدا بیاره، اینو برمی‌داره دوباره چیکار میکنه؟ زیر میندازه. میگه من نمیخوام. کافر اینه مشکلش.
کشاورزم کافره. کافر چیه؟ من کافر به خدا نیست. کافر به این معنا که اون بذره رو که میپاشه زیر خاک، به این معنا کافره. خب این کشاورزان خوشحال میشن، بارونه که میاد میگه به 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 عجب گندمی خواهد زد. بارونه که اومد، تابستانم آفتاب شروع شد، اواخر بهار و اینها، گندم ها محکم مرتب میرسد. میفرماید ثم یهیج فتراه مصفرا، قشنگ میرسه، زرد میشه رنگش. ثم یکون حطاما، همش میسوزه، همش یک دفعه میسوزه. دنیا اینطوره، اینقدر زیبا برای من و تو جلوه میده که باور میکنیم خبریه، ولی کی میفهمیم خبری نیست؟ اون لحظه که دیگه خیلی دیره. عزرائیل که جون رو گرفت، همش رفت، تمام شد. همش خیال بود؟ بله خیال بود. حالا بعضی هم میگن این عبارت درست نیست. منم عقیده ندارم حقیقته، ولی یک معناش خوبه. میفرمای عرفا میگن این شعر رو: کل ما فی الکون وهم او خیال. هر آنچه در این کون هست وهم و خیال است. چرا من عرض میکنم از یک جهت درسته؟ چون میگه روایت میفرماید الناس نیام. کیت ادامه روایت میفرماید غیر از عاشق محسن اخوی عزیزم بزرگوارم: الناس نیام فاذا ماتن تبهوا. مردم خوابند. مردم الان من و تو نشستیم توی این مؤسسه، خواب هستیم. انشاءالله شما خواب نباشید، به حرمت اهل بیت انشاءالله بیدار باشید. خودم را حس میکنم. الناس نیام، خواب هستند، مردم خواب هستند. فاذا ماتن تبهوا، وقتی میمیرن تازه بیدار میشن. فبصرک الیوم حدید، تازه همه چی رو میبینن. چشمهاشون اعماق حقیقت وجود رو. ووجدوا ما عملوا حاضرا. آیات قرآن همش اینا آیات قرآنه، تمام اعمالش مجسد میشه جلو چشمش. خب ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور. آقا جان این دنیا خبری نیست، خبری نیست. یعنی چی؟ الان دیگه کار نکنیم، درس نخونیم؟ نه آقا جان من، یعنی دل نبند، مست دنیا نباش. برعکس درس همه به دوستان عرض کردم، کسانی که محروم شدن از سواد قرائت و کتابت، آقا مرتضی قول داد، این مرد بزرگوار قول داد، گفت من حاضرم براشون درس خصوصی بگذارم اینجا. ما نمیخوایم کسی نتونه بخونه و بنویسه، این مصیبتی است. از روش هایی که رسول اکرم صلوات الله و سلامه علیه صلواتی حد بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل. برای آزادی بعضی از دشمنان اسلام وقتی اسیر شدن میگفت میخوای آزاد بشی؟ نمیدونم 10 نفر چند نفر خلاصه بشین اینجا آموزش بده، بخونه و بنویسه. اینقدر ارزش داره. دیر نکنید آقا. جوانهایی که قوی نیستن تو خوندن و نوشتن بیان با آقا مرتضی هماهنگ بکنید، یکم زود بیان اینجا قبل از مجلس قشنگ بشونید. سواد آموزی این مهم است. اما مست دنیا بشیم نه. خب برمیگردن به عبارت امیر مؤمنان سلام الله علیه، میفرماید و ملبسهم الاقتصاد. آقا پس یکی از صفاتشون این که اقتصادوار زندگی میکنن، لباسهای مقتصدانه. آقا من اینو عرض کنم خدمتتون، فکر نکن و علیکم السلام، فکر نکن ملبسهم الاقتصاد رو فقط باید اینجاها تو اروپا بگیم. کسانی آمدن در قم، یکی از اشخاص آمد در قم، به من گفت مستقیم، دیگه داستان در کتاب و اینها نیست، گفت فلانی این پیرهنت چرا از این پیرهن هست؟ گفتم چشه مگه؟ گفت این پیرهن ها مال بدبخت هاست. بابا تو میری اروپا و این ور اون ور از اون پیرهن های، گفتم اونا از کجا میاری؟ گفت از فلان جا. اصلا جاش هم برای من معلوم نبود. گفت از فلان، یعنی برای من واقعا واضح نبود، احساس نمی کردم. بعدن توجه کردم دیدم این ذهن شخص، خدا من رو عاقبت این حقیر رو به خیر بکنه، اون آقا رو هدایت کنه، همه ما رو هدایت کنه، دیدم این آقا مشغول ذهنش به این قضایا. یکی از این فامیل های بنده رفت یکی از کشورهای خلیج، اومد دیدم 1 ساعت خیلی گرانبها گذاشته دست. گفتم فلانی چرا این کارو میکنی؟ گفت علیکم السلام. گفت نمیدونی و علیکم السلام، نمیدونی اگر از این ساعت نظری دستت تجار با تو حرف نمیزنن.
مردم به تو احترام نمیکنن. و داستانهاشو میدونید، بهلول رو گفتن، نمیدونم فلانی نقل از بهلول کردن، از شخصیت‌های مختلف کردن که غذا رو رفته بود جایی دعوتش کرده بودن، لباس متواضع راش ندادن، رفت لباسشو عوض کرد، عبا و جبه، عمامه، هیئت مرتب، اومد راش دادن، لباساشو در آورد گذاشت تو غذا، یا آستینشو کرد تو غذا. داستانش معروفه. مردم دیدشون اینطور شده. آیا ما هم باید اینطور باشیم؟ برای فقیر بلند نشیم؟ برای پولدار تمام وجود بلند شیم؟ برای فقیر قلبمون نشکنه؟ برای پولدار اگه یکم دلش شکست همه حسینی‌ها رو سرمون بگذاریم؟ همه مؤسسه، همه عشیره، همه خانواده؟ خیلی عجیبه. امیر مؤمنان یک ابیاتی منسوب به امیر مؤمنان هست، میفرماید، حالا عربی عرض میکنم بعد ترجمه میکنم: ان الغنی من الرجال مکرم. پولدار از مردان مکرم است، همه احترامش میکنن. فتراه یرجى ما لدیه و یرهب. همه ازش میترسن، پولدار ازش میترسن. آقا این نشکنه دلش دیگه، پول سر ما خرج نکنه. ببین چه دیدی انسان برای این انسان میگذاره. فتراه یرجى ما لدیه و یرهب و یبش بالترحیب عند قدومه و یقام عند سلامه و یقرب. یعنی چی؟ یعنی وقتی میاد همه براش لبخند میزنن، پولدارو بالای مجلس میشوننش، خیلی محترم، خیلی معزز، براش بلند میشن، تکون میخورن. آقا اگر یه فقیر، والفقر شینون، میگه فقیر بدبخت هر قدرم علم داشته باشه هیچ که نگاش، هیچ که تحویلش نمیگیره. فقیره، نداره. وقتی فقیره من چیکارش کنم؟ علمشو چیکارش کنم؟ صلواتی محبت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. لذا این نکته از نکاتی است که ما باید این رو از الان در ذهنمون قرار بدیم. بینی و بین الله ما حداقل برای تقوای مردم ارزش قائل بشیم، نه برای پول مردم، نه برای جیب مردم. اگر یه حاجی با تقواست خودمون رو تربیت کنیم. این حاجی ارزش احترام داره، پول داره نداره مهم نیست. این مسئله بسیار مهم است، بحث مفصل است، رد میشم. عبارت سوم: و مشیهم التواضع. حالا خودمون چگونه باشیم؟ آیا قرآن میفرماید ولا تمشی فی الارض مرحا؟ خیلی با کبکبه و دبدبه بر زمین راه نرو. یه ابیات شعری هست اشاره میکنن، میگه این زمینی که عربی هست، این زمینی که تو پا بر او میگذاری، همین خاکی که داری توش روش راه میری با کبکبه و استکبار و دبدبه و اینها، این خاک یک زمانی بدن فلان و فلان و فلان شخصیت بزرگ بود که تو امروز داری همینطور پا میگذاری و راه میری. ولا تمشی فی الارض مرحا، با کبکبه و فرح و مرح یعنی شادی مفرط. اگه میخواید ترجمه دقیق کنیم فکر میکنم اینطور به فارسی بشه: شادی مفرط، شادی نادرست. فرح اشکال نداره، ولی مرح که میشه یکم افراطی میشه، حالت از طور، از حد خودش خارج میشه شادی. قرآن میفرماید انک لن تخرق الارض. هر قدر بزرگ بشی، هر قدر حجمت زیاد بشه، زمین رو که نمیتونی سوراخ کنی و اعماق زمین برسی. ولن تبلغ الجبال طولا. قدت که از این کوه‌ها شامختر نمیشه، وجودت از این کوه‌ها شامختر و بالاتر نمیشه. و مشیهم التواضع. خیلی زیباست این عبارت، و مشیهم التواضع. این عبارت فقط اشاره به ظاهر راه رفتن ما نمیکنه، بلکه راه رفتن یک جهت، اخلاقیات ما هم یک جهت. ما نباید فقط برای بعضی ها متواضع بشیم، ما باید برای همه متواضع بشیم، حتی بچه کوچک. من لذت میبرم وقتی میرم شخصی به بچه کوچک احترام میگذاره. چرا؟ چون این شخص داره پشت نصائح در حقیقت رهبر خود رو رسول اکرم قرار داده. چرا؟ چون رسول اکرم کان یتصابر الصبیان، برای بچه ها حالت بچه مانند میگرفت، با بچه ها تواضع میکرد. مردی نیست که اخم کنی و سر رو بلند کنه انسان رو به بچه مجال نده. اگر تو اتاق تنها هستی، من بهتون میگم بدون تعارف با بچه ها بازی کنید. کسانی که پدر هستن در این جلسه
با بچه ها بازی کن، بخندونشون. باور کن خجالت هم نداره. این حقیر بعض اوقات میبینم این پسرم نیاز داره، اینقدر باش بازی میخندونمش، کارهایی میکنم که این باورش نمیشه. بعد میبینم چه شادی برش تکمیل میشه. این روایات اهل بیت فقط برای نماز شب نیست، برای انسان ساختنه. بچه عاشق پدر میشه، مأنوس به پدر میشه، بعد دل برای این و اون باز نمیکنه، فاسد نمیشه، در خانه این و اون نمیره. با بچه هاتون دوست باشید، با برادر کوچکتون رفیق باشید. خدا عاقبت بخیر میکنه. یک صلواتی محبت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. میفرماید مقطع بعدی، من کم کم دیگه 7-8 دقیقه بیشتر ندارم، 8 دقیقه تقریبا مطلب رو جمع کنم. مطلب بعدی میفرماید غضوا ابصارهم عما حرم الله علیهم و وقفوا اسماعهم علی العلم النافع. غضوا ابصارهم، این متقیان چشمهاشون رو از هرچه خدا گفته حرامه مانع شدند، نگذاشتن این چشم بره. من اینا برای دوستان عرض کردم در کانادا، در خدمت اونجا بودم، در خدمت دوستان بودم. از کم تو این کشورها چه در ماه روزه چه غیر ماه روزه، یه مترو که میری همینجور پشت سر هم رد میشه. یک واقعیتی. ما یک مجبور میشم، یک کار تو پاریس دارم، با ماشین نمیتونم برم، با مترو میرم، میبینم واقعا خدا به شما چقدر عظمت و ثواب به شما میده وقتی چشماتو برمیداری. فکر نکن انسان کوچکی هستی در نزد خدا. غوغا در آسمان ها میکنی وقتی چشماتو میبندی. قسم دوست ندارم سر این منبر بخورم، ولی باور کن اینقدر خدا افتخار میکنه، یتباها، خدا افتخار میکنه، مباهات میکنه به این مؤمن، به جوانی مثل تو، وقتی که اون زن لخت یا اون به اون حالت بسیار بد در متروها هست، در خیابانها هست، چشمتو میفته، دوست داری نگاه کنی ولی چشمتو برمیداری. تو میدونی چه مقامی نزد خدا داری. این پا، این قدم های اول است به سوی خدا. باور کن اینطوره. وگرنه این چشم من و تو اگر آلوده گناه بشه، به چه جرأتی میگیم یا صاحب الزمان متى ترانا و نراک؟ من خودم رو حذف میکنم. چگونه میخوایم به امام زمان بگیم متى ترانا و نراک و قد نشرت لواء النصر ترا؟ مگر نمیبیند امام زمان؟ باور کنید میبینه، لحظه به لحظه ما رو میبینه. اشهد انکم تسمعون کلامی و تردون السلام. اینا شاهد اعمال ما هستند. خدا بهشون قدرت داده که ببینن کارهای ما رو. امام زمان میخوایم ببینیم و وقت چشمامون همینجور گناه گناه پشت سر گناه، قطعا توفیق پیدا نمیکنیم. خودم رو عرض میکنم باید تمرین کرد، خودمون رو تنبیه کنیم. اگر یک ثانیه منظره ای رو دیدیم، اگر یک صحنه ای رو دیدیم، یک ثانیه بیش از حد چشممون ادامه پیدا کرد، به هر بهانه‌ای که باشه، به هر بهانه‌ای که باشه. بعضی وقت بهانه‌ای که من مشکل ندارم، چیزی نیست، زیبایی خدا خلق کرده، ما میخوایم ببینیم. خیلی هم ان الله جمیل و یحب الجمال و این روایات رو قشنگ حفظ میکنن و بله به این بهانه ها نخوان. اینا مهم، اینا فایده نداره. امام زمان همه چی رو میدونه. حالا شما به من میگید شما خیلی امام زمانی هستید. نه، ما خیلی بدبخت‌تر از اونیم که امام زمانی باشیم، ولی قطع علمی داریم که امام زمان میدونه. قطع داریم. فقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله قرآن میفرماید عمل کنید، خیرات کنید، نماز بخوانید، گناه نکنید. فسيرى الله عملكم، خدا میبیند. قرآن میفرماید. برادران اهل سنت نگن اینا خیلی شیعه داغن و امام زمانی هن و نه، ما خیلی از این حرفا کمتریم، ولی حقیقت از فسيرى الله خدا میبیند و رسوله والمؤمنون، خدا میبیند، رسولش میبیند، مؤمنین میبیند، عمل شما رو میبینند.
پس وقتی ما میریم این ور و اون ور بدانیم امام زمان حجت الله فی الارضین طاووس آل محمد اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل غضوا ابصارهم. آقا متقیان اینطورنا، تمرین میخواد، یه روزه هم نمیشه، با یه قرص خوردن هم نمیشه، با یه عهد بستن هم نمیشه. اینقدر باید تمرین کنی تا مرد میدان بشی. مرد میدان کیک بوکسینگ و کیوکوشینکای اینا نیستش. مرد میدان کسیست که شهوتش رو له کنه، کسیست که قدرت داشته باشه این شهوت ندووندش به طرف شیطان، خودش شهوت رو افساری به این شهوت بگذاره، نگذاره این شهوت حرکت کنه، خودش رهبری کنه. این مرد میدانه. اینهان که حجب بر اونها باز میشه، اینهان که ید الله عین الله و حجت خدا بر زمین میشند. غضوا ابصارهم عما حرم الله علیهم و وقفوا اسماعهم علی العلم النافع لهم نزلت انفسهم. میگذارم برای هفته آینده این عبارت. خب پس ختم کنیم با این عبارت. و وقفوا اسماعهم علی العلم النافع. این گوش های ما چیکارشون کنیم؟ گوش، ما 2 تا گوش خدا بهمون داده. الان شما دارید گوش میدید، ما گوش میکنیم، میریم تو ماشین سوار میشیم رادیو میگذاریم، توی مترو میتونیم گوشی موبایل از این گوشی ها بگذاریم و چیزی گوش بدیم. متقی وقتی میخواد گوشش رو استفاده بکنه هیچ چیز بی منفعت رو قبول نمیکنه وارد گوش بشه. هیچ مسئله بی منفعتی رو راه نمیده. حالا یعنی چی؟ آقا جان چیزایی که میشنویم همش حرامه؟ جواب بدید. خیر. همش آقا چند چی میشنویم ما اینجوری حرام میشنویم، مستحب میشنویم، مباح میشنویم، مکروه میشنویم، دیگه چی؟ واجب هم میشنویم. پس ما همشو میشنویم. بعضی چیزا شنیدنش واجبه. میگه آخه شنیدن چرا واجبه؟ بله بعضی چیزا شنیدنش واجبه. نصیحتی که شما را از ظلمات به نور منتقل کنه شنیدنش واجبه. برای بعضیا حسینی آمدن واجبه. میدونی اینا؟ مستحب نیست ها. وگرنه باید ول کنه بره افغانستان، بره عراق، بره لبنان، بره کشور اسلامی. وگرنه داخل در گناه کبیره تهرب بعد الهجره میشه. فقها همه گفتن حرام کبیر است. لذا این آقا مجبوره بیاد گوش بده. مستحب نیست. نه حرف بنده رو گوش بده، بیاد حرف خدا و رسول اکرم و قرآن و نماز اینا رو بیاد گوش بده، وگرنه این آقا فاسد میشه. بس حرف واجب هم هست که باید گوش کن. حرف مستحب خب چیزایی که واجب نیست ولی مستحب دیگه بهتر میدونید. مباح حرفای مباح، نه مستحب نه مکروه. حرفای مکروه حرفای گزافه، حرفای حرام غیبت و این هست. متقیان جز حرفای مستحب و واجب گوش نمیده. ببین پس چقدر ما کار باید بکنیم، چقدر ما از قافله دوریم، چقدر بعض اوقات ما صحبتامون همین عمر تلف کردن و صحبت رو، در حالی که ما باید میفرماید وقفو یعنی چی؟ یعنی وقف کردن. وقف یعنی چی دوستان؟ من نمیگم مسجد وقفه. مسجد که وقف باشه میگن آقا اتوبان زدن میخواد رد بشه از اینجا مسجد وقفه نمیتونیم کارش بکنیم. اتوبانه چیکار میکنن؟ یه یوترن میکنن. قشنگ اتوبانه از این ور اون ور میشه. وقفه دیگه تمام شد. این متقیان گوشاشون رو چه وقف کردن؟ وقف کردند اسماعشان را، سماعشان را وقف آن چیزی کردند که نافع برای آخرتشان. دیگه کم کم به وقت نماز داریم نزدیک میشیم. تا حالا این خصوصیات عرض کردیم. برای انشاءالله هفته آینده اگر خدا عمری داد یا از محضر شیخ محسن استفاده میکنیم که همین بحث رو ادامه میدن یا این حقیقت در خدمتتون خواهیم بود. عبارت نزلت انفسهم منهم فی البلاء بسیار عظیم است. مقطع بعد حتما انشاءالله در خدمتتون خواهیم بود برای مقطع بعدی صفات متقین. پس ملبسهم التواضع، ملبسهم الاقتصاد،
و مشیهم التواضع. بعد فرمود غضوا ابصارهم عما حرم الله علیهم، برای اینکه این چشمه های ما به جمال نورانی امام زمان منور بشود باید این چشم ها از گناه به دور باشد. صلواتی محبت کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إنا نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم إلهي بمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ذرية الحسين، عجل لوليك الفرج. اجعلنا من خير أنصاره وأعوانه. خدا ما را از سربازان واقعی امام زمان قرار بده. خدا عاقبت ما ختم به خیر بگردان. مریضان اسلام شفای عاجل عنایت بفرما. خدا ما را تا نیامرزیده ای از این دنیا مبر. بالنبی و آله و بحرمت الفاتحه مع الصلوات. اللهم صل على محمد.